حواسمون خیلی جمع باشه، مراقب باشیم، حق رو گم نکنیم، ببینیم در کدام جهت تاریخ ایستاده ایم. یه وقت نکنه سمت آمریکا باشیم و فکر کنیم حق با اوست. امام خمینی رحمت الله علیه چه خوب آمریکا رو شناخت که در کلام ماندگار فرمودند آمریکا اگر لا اله الا الله هم بگوید از او نپذیرید و باور نکنید. وقتی مرحوم امام حتی کلمه توحید رو از دشمن نمیپذیره و میگه از دشمن کلمه توحید هم باور نکنیم، چطور ما میخوایم در شرایط کنونی صلح و مذاکره و آتش بس رو از دشمن بپذیریم؟ دشمن دشمنه، حرف او رو در زمان کنونی هم نمیشه باور کرد، نمیشه به دشمن اعتماد کرد. حضرت آقا هم قطعا همین نظر رو دارن. صلح با آمریکا ممنوع، توافق ممنوع. مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه، با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل، تجربه